به نام خالق زیبایی ها، دانش آموزان عزیز و دوست داشتنی پایه نهم، سلام. امیدوارم که حالتون عالی باشه. به صفحه 69 کتاب درسی رسیدیم. در صفحه قبل با مربع و مکعب اعداد آشنا شدیم. گفتیم مربع یک عدد یعنی توان دوم یک عدد، یعنی اون عدد رو به توان 2 برسونیم، و مکعب یعنی اون عدد رو به توان 3 برسونیم. همچنین با ریشه دوم اعداد آشنا شدیم که گفتیم اعداد مثبت 2 تا ریشه دوم دارن. حالا می‌خوایم بریم سراغ ریشه های مرتبه های بالاتر، یعنی مرتبه سوم و بیشتر، و با اونها هم آشنا بشیم. کتاب گفته مکعب یا همون توان سومه. پس مکعب یا همون توان سوم عدد 2 برابر 8. یعنی چی؟ این رو به زبان ریاضی چی میتونیم بنویسیم؟ مکعب عدد 2 برابر 8 میتونم بنویسم 2 به توان 3 مساویه با 8. حالا اگر یک نفر از من بپرسه که ریشه سوم عدد 8 چه عددیه، یعنی منظور این که چه عددی به توان 3 میشه 8، خب واضحه که 2 به توان 3 برابر 8 میشه. خودش گفته ریشه سوم عدد 8 عددی است که وقتی به توان 3 برسد برابر 8 می شود. ریشه سوم عدد 8 برابر 2 است و می نویسیم رادیکال 8 با فرجه 3. وقتی می خوایم در مورد ریشه سوم صحبت کنیم، فرجه رو تغییر میدیم به 3 و می خونیم رادیکال 8 فرجه 3 برابر 2. و چون منهای 2 به توان 3 میشه منهای 8، ریشه سوم عدد منهای 8 برابر با منهای 2 و می نویسیم رادیکال منهای 8 فرجه 3 برابر با منهای 2. به عبارت دیگر، با اینکه عددهای منفی ریشه دوم ندارن، اینو توی صفحه قبل خوندیم. چرا بچه‌ها؟ چجوری جوابشو میدیم؟ میگیم اعداد منفی چرا ریشه دوم ندارن؟ چون هیچ عددی نیست که به توان 2 برسه بشه منفی. همه اعداد وقتی به توان 2 میرسن مثبت یا صفر میشن. اما هیچ عددی نیست که وقتی به توان 2 برسه، یعنی هیچ عددی نیست که وقتی در خودش ضرب بشه اون عدد منفی بشه. ببینید بچه‌ها، 2 تا عدد مثبت اگه در هم ضرب بشن میشن مثبت. اگه اون 2 تا عدد صفر باشن حاصل میشه صفر. اگه اون عدد منفی باشه در خودش ضرب بشه میشه منفی در منفی مثبت. پس هیچ عددی نیست که 2 بار در خودش ضرب بشه و منفی بشه. پس برای همین عددهای منفی ریشه دوم ندارن. اما عددهای منفی ریشه سوم دارن. اینجا داره میگه ولی ریشه سوم دارن. چرا؟ چون عدد منفی اگر 3 بار تو خودش ضرب بشه، مثلا منفی 2 به توان 3 برسه، باز میشه منفی، مشکلی نداره. به کمک جدول قبل دیدید که ریشه سوم عدد 64 بچه‌ها چی میشه؟ چه عددی که به توان 3 بشه 64؟ میگیم عدد 4 دیگه. 4 اگه 3 بار تو خودش ضرب بشه میشه 64. یا ریشه سوم عدد منهای 8 27 چقدره؟ میگیم اعداد منفی ریشه سومش هم باز میشه منفی. منفی چه عددی؟ 8. چه عددی که به توان 3 بشه 8؟ میگیم 2. چه عددیه که به توان 3 بشه 27؟ میگیم 3. پس منهای 2 سوم ریشه سوم عدد منهای 8 27. یا به عبارت دیگر، منهای 2 سوم رو اگر 3 بار تو خودش ضرب کنیم یا به توان 3 برسونیم میشه همین عدد منهای 8 27. حالا که با ریشه سوم اعداد آشنا شدیم، سوال 4 گفته طرف دوم تساوی زیر رو خودتون بنویسید. رادیکال 8 فرجه 3 یا میخونیم ریشه سوم عدد 8 که همون 2، پس این میشه 2. حالا گفته 2 رو به توان 3 برسونیم. خب 2 به توان 3 میشه همون 8. یا میتونستم بگم توان 3 رو با فرجه میتونم ساده کنم و 8 رو توی حاصل بنویسم. بعدی منهای 1/8 زیر رادیکال فرجه 3. چه عددیه که به توان 3 بشه منهای 1/8؟ ریشه سوم اعداد منفی خودشون منفی هن. منفی بالا 1 پایین 2، یعنی 2 به توان 3 میشه 8. 1 به توان 3 هم میشه 1. 1 دوم رو 3 بار در خودش ضرب کنیم میشه 1/8 منفی هم که اینجا داشتیم. یا اینجا میتونم بگم چه عددی به توان 3 میشه 125 که رادیکال فرجه 3 125 میشه عدد 5. 5 که به توان 3 میشه 125. چه عددی به توان 3 میشه منهای 27؟ اولا ریشه سوم اعداد منفی همونجور که بارها تکرار کردم، ریشه سوم اعداد منفی منفیه. حالا بگیم چه عددی به توان 3 میشه 27؟ میشه عدد 3. یعنی 3 رو اگر 3 بار در خودش ضرب کنیم میشه عدد 27. کادر کرملین گفته به طور کلی اگر b یک عدد حقیقی باشد، ریشه سوم آن را با رادیکال فرجه 3 b نمایش میدهیم. در ادامه هم گفته هر عدد فقط
یک ریشه سوم دارد. این صفحه خالی بچه‌ها به طور کلی میخوام در مورد ریشه های مرتبه های زوج و فرد به طور کلی صحبت کنیم. اگر ریشه های مرتبه زوج عددی رو از ما خواستن، پس نوشتم ریشه های مرتبه n که n زوجه. پس ریشه های مرتبه زوج یعنی چی؟ یعنی ریشه های دوم، چهارم، ریشه ششم، ریشه های مرتبه زوج. اگر ریشه های مرتبه زوج یک عددی رو از من خواستن، میگم هر عدد مثبت، چون عدد باید مثبت باشه، دو تا ریشه زوج داره. یکیش منهای رادیکال a با فرجه n، یکیش مثبت رادیکال a با فرجه n. مثال رو ببینید. برای مثال اگه از من بپرسن ریشه دوم عدد 64 چقدره، میگم یکیش میشه منهای رادیکال 64 با فرجه 2، چون ریشه دوم خواسته باید فرجه رو 2 بذارم که دیگه فرجه 2 رو هم معمولا نمی نویسیم. یکیش هم مثبت رادیکال 64 که اولی حاصلش میشه منهای 8، بعدی میشه مثبت 8. پس عدد 64 دو تا ریشه داره، یکی منهای 8، دو تا ریشه دوم داره، یکی منهای 8 و یکی هم مثبت 8. اما بچه‌ها یه نکته فوق العاده مهم، حواستون رو جمع کنید. اما اگر از من پرسیدن رادیکال 64 چه عددیه، بچه‌ها رادیکال رو ما توافق کردیم. یک بار دیگه بگم، ریاضیدانان توافق کردن که رادیکال فرجه های زوج اعداد همیشه ریشه مثبت رو به عنوان حاصل قبول داره. یعنی درسته ریشه دوم عدد 64 میشه منهای 8 و مثبت 8، اما اگه از من پرسیدن رادیکال 64 چقدره، فقط میگم عدد مثبت 8. پس رادیکال فرجه های زوج ریاضیدانا توافق کردن که اون ریشه مثبت رو در نظر بگیرن. این تفاوت رو خوب بشناسید. یا توی مثال بعد ببینید، اگه از من بپرسن ریشه دوم عدد 25 چیه، میگم یکیش 5، یکیش منهای 5. یعنی این دوتا عددن که به توان 2 میرسن میشن عدد 25. یا میتونستید بنویسید یکیش رادیکال 25، یکیش منهای رادیکال 25. درسته؟ اما گفتیم توافق کردیم اگر از ما رادیکال فرجه 2، فرجه 4، فرجه های زوج یک عددی رو از ما خواستن، فقط اون ریشه دوم مثبت رو قبول داریم. یعنی اگر از من بپرسن رادیکال 25 چیه، میگم فقط عدد 5، یعنی جواب رادیکال 25 میشه عدد 5. مثال بعد رو هم نگاه کنید. ریشه های چهارم عدد 81 چیه؟ چه عددیه که به توان 4 بشه 81؟ خب واضحه دیگه، 3 و منهای 3. یا میتونستید بنویسید رادیکال 81 فرجه 4 و منهای رادیکال 81 فرجه 4 که حاصل ها این میشن. اما اگه از من پرسیدن طبق توافقی که کردیم رادیکال فرجه 481، فقط و فقط میگم عدد 3، یعنی رادیکال فرجه های زوج حتما عدد مثبت میشن. اما اگر گفتن ریشه مرتبه n عدد a و n عدد فرد بود، ریشه های مرتبه فرد بچه فقط یه دونه داریم. برای مثال ریشه سوم عدد 64 اگر گفتن چیه، یه دونه ریشه سوم بیشتر نداره، اونم رادیکال فرجه 3 64 که چه عددی به توان 3 میشه 64، میگیم عدد 4. یا اگه به ما گفتن ریشه سوم عدد منهای 27 چیه، میگیم رادیکال فرجه 3 منهای 27. چه عددیه که به توان 3 بشه منهای 27؟ بچه عددی هست که به توان 3 بشه منفی. بله، اعداد وقتی به توان فرد میرسن میتونن منفی بشن و حاصل میشه چقدر؟ میگیم میشه منهای 3. پس نتیجه که میگیرم رادیکال فرجه های فرد میشه بچه ها منفی باشه، اما رادیکال فرجه های زوج رو توافق کردیم فقط اون ریشه مثبت رو در نظر میگیریم. رادیکال 16 بچه ها چقدر میشه؟ میشه 4. اما اگه از من پرسیدن ریشه های دوم عدد 16 چیه، میگم 4 و منفی 4، دو تا ریشه دوم داره، اما رادیکال 16 فقط عدد 4. برگردیم به کتاب درسی. کار در کلاس رو میخوایم با هم حل کنیم. سوال 1 گفته حاصل هر عبارت را به دست آورید. رادیکال 81 بچه‌ها رادیکال فرجه های زوج، الان اینجا فرجه 2 دیگه، فرجه که نمی‌نویسیم 2. فرجه های زوج فقط ریشه مثبت رو در نظر می‌گرفتیم. ریشه های دوم عدد 81 9 و منفی 9 هن. اما رادیکال فرجه 2 81 فقط اون ریشه مثبت رو میگیم، یعنی عدد 9. یا اینجا نگاه کنید 4 به توان 2 میشه 16.
رادیکال 16 میشه فقط عدد 4. بعدی نگاه کنین منهای 4 به توان 2 میشه 16 مثبت، چون منفی به توان 2 برسه یا منفی 2 بار در خودش ضرب بشه مثبت میشه. حالا رادیکال 16 عین جواب قبل میشه عدد 4. رادیکال فرجه 3 عدد منفی 1 چه عددیه که 3 بار در خودش ضرب بشه منهای 1؟ همین خود عدد منهای 1 بچه‌ها میشه، یعنی منهای 1 رو 3 بار تو خودش ضرب کنی میشه همین عدد منهای 1. بعدی رو نگاه کنید رادیکال فرجه 3 27 125. اول صورت رو نگاه کنم چه عددیه که به توان 3 بشه 27؟ زیاد کار کردیم دیگه، اون عدد 3 به توان 3 میشه 27. چه عددیه که به توان 3 بشه 125؟ 5 که 3 بار در خودش ضرب بشه 125 میشه. بعدی رادیکال فرجه 3 6 به توان 3. بچه‌ها 6 به توان 3 یعنی 6 رو 3 بار در خودش ضرب کردیم. بعد جالب از من پرسیده که چه عددیه که به توان 3 بشه 6 به توان 3؟ خب خود عدد 6 دیگه، یعنی اینجا 6 به توان 3 بردم زیر رادیکال فرجه 3. یا بعضی بچه‌ها این دوتا رو با هم خط میزنن ساده میکنن، ریشه سوم رو با توان 3 ساده میکنن. بله دیگه این دوتا برعکس همن دیگه، یعنی توان سوم یعنی 3 بار تو خودش ضرب کنیم، ریشه سوم یعنی چه عددی بوده که 3 بار تو خودش ضرب شده، پس میشه همین عدد 6. بعدی رادیکال فرجه 3 منهای 8000. ریشه سوم عدد منفی میشه عدد منفی. چه عددی بوده که به توان 3 شده 8؟ میگیم عدد 2. چه عددی بوده به توان 3 شده 1000؟ اینو دقت کنید که میشه عدد 10. 10 رو 3 بار تو خودش ضرب کنیم میشه 1000. 10 تا 100 تا 100 10 تا میشه 1000 تا. و اما مورد آخر رادیکال فرجه 3 منهای 7 به توان 3. عین همینه بچه‌ها. چه عددی بوده که به توان 3 شده منهای 7 به توان 3؟ خب خود عدد منهای 7 بوده دیگه. و منفی هم که به توان 3 برسه میشه منفی. ریشه سوم عدد منفی هم منفیه. اینجا 7 به توان 3، بعد گفتم ریشه سوم 7 به توان 3، پس میشه خود عدد 7. سوال دوم گفته به کمک رابطه رادیکال x به توان 2 مساوی با قدر مطلق x که گفته در فصل دوم کتاب آموخته اید. ما اینها رو مفصل بچه‌ها توی فصل دوم با هم کار کردیم تو بخش قدر مطلق. اولا اینکه چرا رادیکال x به توان 2 رو مساوی با قدر مطلق x گذاشته؟ آقا مگه فرجه که نمی‌نویسیم 2 نبوده؟ خب این 2 رو اگه با 2 ساده کنیم چرا خود x نیومده بیرون؟ طبق حرفایی که زدیم تو این صفحه بچه‌ها رادیکال رو توافق کردیم، رادیکال های فرجه زوج همیشه باید مثبت باشن. خب یه ایکسی رفته به توان 2 رسیده، خب مثبت دیگه، هر عدد به توان 2 مثبته. اما من وقتی میخوام ایکس رو بنویسم اینجا بیرون، من که نمیدونم این ایکس مثبته یا نه، خودش که نمیدونم مثبت بوده، ایکس به توان 2 مثبته ها. اما الان بخوام ساده کنم این 2 رو با 2 فرجه، نمیتونم اینجا ایکس بنویسم. یعنی فرض کن اینجور نوشته بود ایکس، جواب رو x نوشته بود. خب مگه توافق نکردیم بچه حاصل رادیکال فرجه زوج باید همیشه مثبت باشه؟ تو میدونی حتما x مثبته. میگیم نه. خب چیکار کنیم که مطمئن بشیم حتما x مثبت میاد بیرون؟ تنها ابزار خوبی که داریم قدر مطلق بچه‌ها. قدر مطلق کارش اینه که مثبت میکنه، پس خیالمون رو راحت میکنه. پس این x رو وقتی میارم بیرون میذارمش تو لباسی مثل قدر مطلق. این لباس قدر مطلق کاری که میکنه اینه که خیالمون رو راحت میکنه، حتما x رو مثبت میکنه و توی حاصل تحویل میده. نگاه کنید رادیکال فرجه 2 منهای 6 به توان 2. میشه این دوتا رو ساده کرد، اما یهو ننویسی منهای 6 ها تو جواب رادیکال فرجه 2 همیشه باید مثبت باشه. پس بی زحمت بذارش تو قدر مطلق که قدر مطلق این منهای 6 رو میکنه 6 مثبت و تحویل میده. یا اینجا نگاه کنید رادیکال 8 به توان 2. خب میتونیم این 2 رو با 2 فرجه ساده کنیم، جواب 8 میاد بیرون. حالا میتونیم بنویسی قدر مطلق 8. خب 8 خودش مثبت دیگه، خودش توی حاصل هم دیده میشه. یا اینجا نگاه کنید باز میتونم این 2 رو با این 2 توان ساده کنم، منهای 3/5 رو بذارم توی قدر مطلق که حتما حاصل مثبت بیاد بیرون. منهای 3/5 قرینش میشه چی؟ میشه مثبت 3/5 و قدر مطلق کارش اینه که مثبت رو توی خروجی تحویل میده. بعدی دوباره میخوام اینجا 2 رو ساده کنم، اینجا 1 منهای رادیکال 2 رو توی جواب بدم بیرون، چون نمیدونم 1 منهای رادیکال 2 مثبت یا منفی. البته بررسیش میکنم اما فعلا میذارمش توی قدر مطلق. بعد میگم آقا 1 منهای رادیکال 2 که از 1 بیشتره. میبینید 1 رادیکال 1 میشه 1.
رادیکال 2 1 ممیز خورده ایه. توی فصل 2 خوندیم که 1 ممیز 14 تقریبا، جذر تقریبی داره دیگه. 1 منهای 1 خورده ای 1 منهای 1 و 14 میشه عدد منفی و وقتی منفی میشه یعنی قدر مطلق باید اونو قرینه کنه و توی جواب تحویل بده. پس جوابی که به ما تحویل میده منهای 1 منهای رادیکال 2، یعنی اونو قرینه میکنه و حاصل میشه چقدر؟ منهای 1 منهای رادیکال 2 میشه رادیکال 2 منهای 1. یعنی در واقع این منها هم در 1 ضرب میشه هم در منهای رادیکال 2. منهای رادیکال 2 میشه رادیکال 2 مثبت، منهای 1 میشه منهای 1 اینجا می نویسیم. پس جواب میشه رادیکال 2 منهای 1. بعدی نگاه کنید، باز میخوام این 2 رو با این 2 توان بزنم، 2 فرجه رو با 2 توان بزنم، حاصل بنویسم 2 منهای 9، اما نمیدونم مثبت یا منفی، میذارمش توی خط و حالا حسابش میکنم. 2 منهای 9 میشه منفی 7، پس قدر مطلق منهای 7 میشه 7 مثبت که توی خروجی میبینم. بعدی باز فرجه 2 رو میخوام با توان ساده کنم، حاصل نهایی میشه 1 منهای 1 سوم که 1 منهای 1 سوم واضحه که بچه‌ها مثبت از 1 سوم ورداریم 2 سوم تا میمونه که 2 سوم عدد مثبته و حاصلمون میشه 2 سوم. تمرین مهم 3 بچه‌ها شبیه‌شو توی فصل دوم کتاب هم داشتیم. گفته حاصل عبارت رادیکال x2 که اینجا فرجه که ننوشته 2 بوده به اضافه رادیکال y2 که فرجه که ننوشته باز 2 بوده را در هر یک از حالتهای زیر به دست آورید. یکی از حالتها حل شده است. اول ببینیم خودش چجوری حل کرده. گفته رادیکال x2 به اضافه رادیکال y2، اگر میخوای این توان رو با فرجه ساده کنی، خب چون نمیدونم x مثبت یا منفی، برای اینکه خیالم راحت شه میذارمش توی قدر مطلق، پس میشه قدر x. پس جواب این شده قدر x. رادیکال y2 هم دقیقاً مثل همون، توان رو با فرجه ساده میکنم، y رو میخوام بیارم بیرون، چون نمیدونم y مثبت یا منفی و حتما باید مثبت باشه میذارمش توی قدر مطلق و جواب شده قدر مطلق x به اضافه قدر مطلق y. بچه‌ها اگه خوب توجه کنیم همه اینها باز نوشته رادیکال x2 به اضافه رادیکال y2، یعنی مورد بالا اینجا و اینجا دقیقاً همین هاست. پس موافقین اونا میشن همین، یعنی بذارید اینو کپی کنیم، یعنی من اینو یک کپی بگیرم ازش بریم بذاریم کجا، اینو کپی کنیم دقیقاً بالا هم همین میشه دیگه، میشه قدر مطلق x به اضافه قدر مطلق y. اینجا هم همین میشه، اینجا هم همین میشه. ببینیم ما چقدر تنبلیم، یه کپی میگیریم استفاده میکنیم. شما هم همینا رو بنویسید. حالا الان بسته به این که x مثبت یا منفی، وقتی میخوام از شر قدر مطلق خلاص بشم مهمه که x مثبت باشه y مثبت باشه کدوم منفی باشه. پس این دیگه شرایط فرق میکنه. الف مثلا نگاه کنید گفته x و y هر دو مثبتن. خب x و y اگه هر دو مثبتن پس قدر مطلق دیگه کار خاصی نمیکنه، خودشونو تو خروجی هم تحویل میده، میشه x به اضافه y. بعدی نگاه کنید x مثبته، خب خودش میاد بیرون، y منفیه قرینش میاد بیرون، x منهای y. مورد جیم رو نگاه کنید x منفیه، خب قرینش میاد بیرون دیگه. قدر مطلق کارش اینه که اگه منفی بود قرینش میکنه که بشه مثبت. y مثبت خودش میاد بیرون. بعدی x و y جفتشون منفیان، جفتشون رو ما قرینه میکنیم و جواب میشه منهای x منهای y. بسیار تمرین ساده بود ولی یکم دقت میخواست، یکم نکات فصل 2 هم برامون مرور شد. مرسی از توجهتون. بریم مثل همیشه به صفحات بعد کتاب درسی تا ببینیم دیگه کتاب درسی چی برای گفتن داره. خدا نگهدارتون.